سلام خدمت دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر کجا که هستین سلامت باشین. امیرحسین عموجعفری هستم و تو این دوره در واقع ما هدف داریم که بریم سراغ کتابخونه‌های بهینه‌سازی. در واقع صادقانه حالا یه ذره اول ویدیو اگه بخوام راجع به هدف این ویدیو بگم که اصلا این دوره رو بگم که اصلا ما چرا می‌خوایم بریم سراغ این، خب من این مدتی که یه مدت زیادی که حالا جدای از بحث بهینه‌سازی با خود پایتون خیلی درگیرم. یعنی من مثلا از اوایل کارشناسیم که بودم من درگیر پایتون بودم، بازی سازی می‌کردم، گاهی اوقات یه مقدار بحث طراحی سایت، نه خیلی نسبت به چیزهای دیگه. بعدش خب دیگه وقتی دیگه درسام تخصصی تر شد و خب فهمیدم که ما زمانی که یک مدل‌های بسیار بزرگی داریم نیازمند اونیم که یک جوری جواب بهینه اینا رو پیدا کنیم، یا حالا نه لزوما بهینه، یه جوابی از اون مدلی که نوشتیم در واقع پیدا کنیم. چون که خب بله اگه یک مدل کوچیک باشه مثلا نمیدونم با 2-3 تا در واقع متغیر تصمیم خیلی راحت شما میتونید مدل رو جوابشو به دست بیارید، رسمش کنید یا چه میدونم با سعی خطا جواب به دست بیارید. ولی زمانی که حجم در واقع متغیرهای تصمیم میره بالا و اون حجم و ابعاد مسئله بالا میره، خب این یه ذره از دست ما خارجه. کلا فرایند در واقع بهینه‌سازی یک مدل ریاضی خب میدونیم که نیازمند 2 تا دانشه. یکی اون بحث در واقع تحقیق در عملیاتی که داره من از دید بچهای صنایع دارم میگم، حالا شاید تو مدیریت هم این باشه رشته که نمیدونم. ما میایم درس تحقیق در عملی 1 و 2 رو میخونیم که بتونیم یک مسئله‌ای که در واقعیت وجود داره رو بیایم به زبون ریاضی بنویسیمش و حالا میایم براش کانسترین تعریف میکنیم، نمیدونم محدودیت میاریم، ست میاریم و تمام این فرآیندهایی که خودتون اینو میدونید. ولی این که ما بخوایم اون رو به زبون در واقع کامپیوتر در بیاریم، چون که شما زمانی که میخواین یک مدل رو اپتیمایز کنید باید اون رو به زبون کامپیوتر بنویسید و اون رو بهش بفهمونید. و خب این در واقع 2 تا جزیره متفاوتن. لزوما نمیشه گفت کسی که مدل سازی قوی داره لزوما میتونه بهینه سازی تو در واقع بحث کدنویسی هم قوی باشه. خب این 2 تا کاملا چیز جداییه. ما به این بخش مربوط به مدل سازی میشه کاری نداریم، اون چیزی که در واقع مربوط به دروس دانشگاهی میشه و خب بحث ما تو این نیست. حالا شاید تو بعضی از مسائل اگه احساس کنم که خب واقعا یک مقداری داره پیچیده میشه توش اشاره بکنم که خب آقا مثلا این مسئله داره چی میگه، چه چیزی رو داره بیان میکنه. ولی در کل هدف ما بیشتر به اون سمت بهینه سازیشه. برای همین حالا کلی تصمیم گرفتم که این دوره رو به صورت رایگان بذارم و خب میدونید من بحث پایتون رو کاملا سلف استادی بوده و خب بله یه سری دوره هم دیدم ولی این نبوده که از 0 تا 100 رو با دوره برم. برای همین خب وقتی شما یه چیزی رو به عنوان سلف استادی در واقع اقدام میکنید به یادگیریش، خب چالش هایی که باش روبرو میشید به مراتب بیشتره. شاید مثلا یه نفری که واقعا کلاس میره اون چالش ها رو خیلی سریعتر ردش کنی اصلا باش روبرو نشه. خب برای من سعی کردم تو این دوره یک در واقع پک کاملی در واقع آماده کنم برای بچه‌ها که زمانی که میخوان یک مدل رو اپتیمایز کنن بگیم خب آره آقا این پکیج ها هست برو ببین و من تضمین میدم که تو برین و مثلا هر مدلی جلوت بذارن و تو در واقع اجرا کنی، کد کنی و رانش کنی. البته چون گفتم اول اجرا کنی، کدش کنی و بعد اجراش کنی. حالا داستانی که تو اینجا وجود داره، ما سعی میکنیم که چند تا کتابخونه بهینه‌سازی رو در واقع پوشش بدیم که حالا شامل در واقع پایومو میشه، پارک میشه، گروبی پای میشه. البته کتابخونه دیگه هم تو ذهنم هست، اونو الان فعلا اسمش رو نمیگم چون اگه بگم در واقع قول دادم و اگرم ریکورد نکنم خب بذاره داستان میشه. حالا ما فعلا با این چند تا کتابخونه در واقع جلو میریم. بدونم الان یادم اومد کتابخونه در واقع سیپلکس که تو خود در واقع پایتون استفاده میشه. اولین سوالی که پیش میاد، من تو این ویدیو میگم بحث آموزشی نداریم، یعنی ما کدی نمیزنیم، صرفا یه سری در واقع بحث اینستالیشن داریم و یه سری مقدماتی که من میخوام برای دوره بگم که اصلا ما چیکار قراره بکنیم تو این دوره. ببینید اولین سوالی که پیش میاد، خب من پایتون بلد نیستم، آیا این دوره به درد من میخوره یا نه؟ من همین الان میگم بله. من این دوره رو بر فرض این ریکورد میکنم که اگر هیچ کس هیچ دانش پایتونی نداشت بتونه بگه که آره آقا من تو این جزیره‌ای که مربوط به بهینه سازی میشه این جزیره رو بلدم، مشکلی با یه تیکش ندارم. برای همین سعی میکنم خیلی ساده اون موارد و اون مفاهیمی که شما نیاز دارید که بتونید یک مدل رو باش کد نویسی کنید در واقع بگم.
این یه مزیت داره، یه معایب. مزیتش چیه؟ خب شما در واقع نیازی نیست تمام مقدمات پایتون رو بدونید. خب یعنی شما یک سری استراکچر کلی رو یاد میگیرید و از اون استفاده میکنید. بدیش چیه؟ خب شما همین الان اگه بخواین یه کورس مقدماتی ببینی که خب من پلن اینم دارم که بذارم یه کورس کلیه، مثلا کلا پایه پایتون رو بذارم، که البته الان نه، شاید مثلا 1-2 ماه دیگه اینو در واقع لانچش کنم، ولی حالا فعلا شما زمانی که بخواید برین یاد بگیرین حداقل زمان بسیار زیادی رو باید بذارین که برین انواع مقدمات پایتون رو بخونید. و خب میگم مشخص نیست که شما برای چی دارید میخونید، چون اسمش میشه مقدمات. از اون مقدمات ممکنه برای بازی سازی، طراحی سایت، بحث‌های دیتا استفاده بشه و این حرفا. اینش بده، یعنی شما فقط یه تیکه از اون مقدمات رو بلدین. ولی خب برای کسی که بخواد با بهینه سازی کار کنه، بخواد مدل رو اپتیمایز کنه، خیلی داستانی براش نداره. برای همین این سوال این که این دوره به درد منی که پایتون بلد نیستم میخوره یا نه، بله شما میتونید اینو ببینید و هیچ در واقع پیچیدگی نداره. و خب طبیعتا برای دوستانی که خب مقدمات رو بلدن، ممکنه این اوایل دوره یه ذره تکراری باشه، خیلی راحت میتونید دوره رو در واقع اون ویدیو رو اسکیپ کنید، برید سراغ در واقع ویدیوهای اصلی که خودتون میخواین. و این نکته هم بگم، من تو هر ویدیو یک سامری از اون تو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم که اصلا ما تو این دوره چیکار کردیم، چه چیزی رو بررسی کردیم، که راحت بتونید بخونید و دیگه با این وضع نت و فیلتر و این حرفا خیلی اذیت نشین. این از این. حالا بحثی که پیش میاد، خب چرا ما چند تا کتابخونه رو داریم بررسی میکنیم؟ ببینید و اینکه آیا اصلا نیازه که من همه رو بلد باشم؟ قاعدتا نه. من چون خودم علاقه شخصی خودم بوده، ترجیح دادم که برم بیشتر کتابخونه‌ای که مربوط میشه به در واقع بحث‌های بهینه‌سازی رو یاد بگیرم. این به این معنی نیست که شما حتما باید همشو بلد باشید، چون شما فقط صرفاً یک چیزی و یک تولی و ابزاری رو میخواین که اونو تو مدل سازی لانچش کنی. حالا این به این معنی نیست که شما بعد حتما پالپ بلد باشی، پایومو بلد باشی، نه. شما هر کدومو که احساس کردین که راحت تره، خب میتونید از اون استفاده کنید. هرچند که خب ببینید مثلا بعضی از کتابخونه‌ها محدودیت داره، مثل گروبی پای. خب گروبی پای خب شما باید لایسنس تهیه کنید و لایسنس خریدنش هم یه ذره داستانه. مثلا من خودم الان که دارم کلا کار جدی کدنویسی دارم انجام میدم، چه پروژه میگیرم چه حالا برای شرکت‌ها دارم کد میزنم، من با گروبی پای کار نمی‌کنم چون لایسنسش ندارم، ولی اگر باشه چرا که نه. خب این در واقع مثلا یکی از معایب گروبی پایه. و حالا نسبت بهش استفاده نگیرید، خیلی از خوبیای دیگه هم داره که حالا من تو جلوتر بهش اشاره میکنم که خب نسبت به چه چیزی مثلا نسبت به پایومو برتری داره یا پالپ. برای همین شما لزوما قرار نیست تمام اینا رو یاد بگیرید، ولی من تمامش رو بهتون میگم. یعنی ما می مدل سازی میکنیم، استراکچرش رو بهتون میگم و همه اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم و یه پک کامل در واقع پکیج بهینه‌سازی دیگه. شما زمانی که یک پکیج کامل میگیرید لزوما با همه تیکش کاری ندارین که شما یه تیکش رو میبینید، اون در واقع در حدی که اون نیاز شما رو ارضا بکنه تو اون بحث در واقع اپتیمایز کردن مدل. این از این. من الان فعلا دیگه نکته خاصی بزنم نمیرسه، فکر کنم نه واقعا نکته خاص دیگری در واقع ندارم. یه چیزی اومد تو ذهنم. من برای اینکه ویدیوها رو در واقع اطلاع رسانی کنم، خب در واقع یه دونه چنل، حالا تلگرامو که نمیدونم، یوتیوبو که داریم با هم دیگه، تو لینکدین و اینستا در واقع اینا رو میذارم. فقط درخواست صادقانه‌ای که از شما دارم نکنی این ویدیوها صادقانه بگم برای من هیچ درآمدی نداره و صادقانه بگم کار دلیه، واقعا کار دلیه. یعنی من یه مدت بود واقعا این بدنم افتاده بود که این کار رو من انجام بدم و الان استارت این کارم رسما زدم. برای همین تنها چیزی که از شما بیننده عزیز در واقع انتظار دارم این که خواهش میکنم اینو تا جایی که میتونی شیر کنی که دوستان استفاده کنن، چون که بازم تاکید میکنم این نه برای من پولی داره نه سودی داره، هیچی واقعا، و صرفا یه کار قلبیه به خاطر حالا شرایطی که در واقع این مدت برای هممون پیش اومده. گفتم حالا کاری انجام بدم که روزگاری اگه واقعا کسی اومد بهم گفت خب تو چی کار کردی تو این دنیا، میگم من حداقل یه انقدر کار ریز در واقع برای بچه‌ها انجام دادم. میدونم کار خیلی نیست، اساتید خیلی بزرگتری داریم که خیلی در واقع کارهای بزرگتری انجام دادن. منم میخوام یه بخش کوچیکی از این
در واقع سهم باشم. برای همین ازتون تقاضا دارم که این کمک رو در حق من بکنید. خب توضیحات خیلی گشت، خیلی زیاد شد. من در واقع الان تو این قسمت باقی مونده، در واقع زمانی که برای این ویدیو دارم، یه ذره با هم دیگه سرچی داشته باشیم. خب من الان صفحه‌مو الان توی در واقع فیلمت باشه. خب ببینید ما به چه چیزایی نیاز داریم. ببینید ما طبیعتا وقتی با پایتون کد میزنیم نیاز داریم که یه دونه نسخه پایتون رو ما دانلود داشته باشیم و نصبش کنیم. شما خیلی راحت خب میرین تو پایتون، خب چیزی نوشتم python.org. خب خدا رو شکر فیلتر هم نیست. خب شما تو قسمت دانلود که برین یکی از اصلا آخرین نسخه رو ترجیحاً دانلود کنید، چون که نسخه های قدیمی ممکنه که با زمانی که شما میایین تو وی اس کد رو لانچش میکنید یه ذره تناقض بخوره و به قول فعلی کامپتیبل نشه، یه ذره داستان بخوره. شما اینو راحت دانلود میکنید. خب من چون از قدیم دانلود کرده بودم با این سرعت دانلود شده بود، میبینید اینجا دارم. خب اینو شما بی زحمت دانلودش کردیم. من یه سه فکر کردم ویدیو ریکورد نمیشه و قلبم وایساد صادقانه. خب تو قسمت در واقع دانلودام من برم، اینو شما باز میکنید. خب یه چند تا نکته هست اینجا خواهشاً رعایت کنید که تو قسمت نصبش به داستان نخونید. ببینید این صفحه که برای شما باز میشه، اول این add python exit to path رو حتما بزنید. بعد برید تو قسمت کاستومایز اینستالیشن تمام این گزینه‌ها رو فعال کنید. مثلا این پی که میگم فعال کنید، شما جلوتر میخواین کتابخونه در واقع اینستال کنید دیگه، کتابخونه پانداز، نمیدونم پایومو، کلی کتابخونه دیگه در واقع بخواید نصب کنید. این پیپه ما کل دستورامون اینجوریه تو پایتون، جلوتر بهتون میگم چطوری یک پکیج کتابخونه نصب کنید. پیپ اینستال اسم کتابخونه. خب برای همین این حتما باید باشه. بعد از اینکه اینو زدین نکست رو بزنید و در واقع براتون دانلود میشه. من اینو کنسلش میکنم خب چون خودم نصب دارم پایتون. خب این براتون نصب میشه تا اینجا. بعد شما باید زحمت بکشین یه دونه آیدی نصب کنیم. ببینید آیدی چیه؟ جایی که ما توش کد میزنیم و در واقع کد رو ران میکنیم. یه محیطیه که تمام این فرآیندها انجام میشه. ببین آیدی های زیادی داریم. مثلا یکی چیه؟ مثلا پایچار. خب یکی از اون آیدی هاست. خب این یکیشه. مثلا اون زمانهایی که من قدیمتر کد میزنم یه دونه اتم بود. این مثلا یه فضای رنگی خیلی خوشگلی بهم میداد اون موقع که مثلا انو وی اس کد به اون قدرت نرسیده بود. مثلا اتم خیلی خوب بود چون می‌بینی همه استراکچراش در واقع رنگی بود، بهت کلمه ریکامند می‌کنه، اون فانکشن‌ها رو بهت ریکامند می‌کرد و این داستانا. ولی ما در واقع سراغ وی اس کد میریم. خب ویژوال استودیو کد. نه من پایین نصب دارم اینو. خب ببین خیلی محیط راحتیه و صادقانه هم یوزر فرندلیه و اینجوری هم نیست که شما حتما باید پروفشنال باشین تمام چیزاشو بدونین. نه واقعا یه محیط خیلی خوبی بهتون میده. حالا برای بچه‌هایی که حالا بخوان به زبونهای در واقع برنامه‌نویسی مختلف، نمیدونم سی شارپ یا تمام اینا کار کنن، در واقع میتونن اینجا کارشون رو انجام بدن. خیلی هم راحته. شما هم اینجا که بزنید دانلود در واقع وی اس کد که بزنید، از هر سایتی که برید، حتی خود سایت ویژوال استودیو کد هم میتونید. اگر هم نبود خب سایت محبوب دلها، سایت در واقع صاف 98، شما میتونید دانلود کنید از اینجا و اینستالش کنید. بعد از اینکه اینو اینستال کردین، خب پس چی شد؟ الان یه دونه بعد پایتون رو شما زحمت بکشین نصب کنید، یه دونه هم در واقع این ویژوال استودیو کد. خب یه چند تا اکستنشن بچه‌ها اینا رو باید دانلودش کنه. حالا ممکنه که تو وی اس کد ذره دانلودش اذیت بکنه، ولی خب این دوتا حتما باید نصب بشه. ببین شما زمانی که وارد این صفحه میشه، البته برای شما یه دونه ویلکام و نمیدونم کلی از این قوانین ما رو تایید کنید و این چیزا هست. اونو که تایید کردین و این حرفا، یه حالت باکس اینجا بشه این اکستنشن. این اکستنشن های مثلا کرومونه که شنیدید، اینو که بزنید میبینید یه صفحه اینجوری براتون باز میشه. خب یه سری اکستنشنه. شما چیکار میکنی؟ زحمت میکشی اکستنشن پایتون رو میزنی. الان من چون سرعت نتم خیلی داغونه این نمیاره، میبینی من نصب دارم اینو. خب این اکستنشن پایتون رو شما زحمت میکشی نصب میکنی. خب روش هم ببینیم این تعداد اونایی که نصب کردن خیلی زیاده، یعنی جای اشتباه ندارین. کلا یه دونه نسخه از پایتون رو این تیک مایکروسافت هم داره. اینو شما میگیرید در واقع دانلودش میکنید و میره. این از این.
یه بحث دیگه هم که باید انجام بدین، یه اکستنشن دیگه هست تحت عنوان جوپیتر نوتبوک. خب این برای من بیاره جوپیتر اکستنشن جوپیتر نوتبوک که اینه. خب شما همین اولیو که بزنید میبینید دوباره اینم زده بودن 93 میلیون در واقع دانلود داشته. اینم بی زحمت میگیرین اینستال میکنید که چه چیزی میشه. نکنیم ما بچه که من خودم خیلی مخالف کد تمیزم، ولی نکنین اینجا یه محیط خیلی خوبی به شما میده. مثلا نکنین شما میتونید در واقع کداتون رو باکس بزنید، مثلا چه میدونم یه حرکتایی مثل اینجوری انجام بدید دیگه. خب مثلا من اینو رانش میکنم، خب البته یه ذره طول میکشه، شما اینا احتمالاً سیو هم نکنید ارور بده یا نبه. خب مثلا اینجا نکنید میتونید جدا کارتون رو انجام بدید، یا میدونی برای کد نویسی خوبه، به خصوص زمانی که جلوتر با هم دیگه میریم. شما زمانی که مدل سازی پیچیده دارید، شما مجبورید که هر محدودیت رو برای دیباگ کردن، مثلا فرض کنید در واقع اون کدتون به ارور خورده، خب برای دیباگ کردنش اینا رو به جای اینکه توی کد کامل بریزید، مثلا مثل این، خب مثلا اگه من بیام نیو فایل پایتون بزنم، خب شما تمام این چیزا رو خب در واقع بعد اینجا بزنید. این که گفتم چند تا مثلا جولیا داره اینا، ما پایتون رو می‌خوایم دیگه. نکن اینجا شما میاید کدتون رو اینجا می‌نویسین که خب من خیلی نیستم اینو صادقانه و خب خیلی سخته و کد یعنی نامرتب که هیچ، اصلا برای دیباگ کردن هم خیلی داستان میخوره. برای همین سعی کنید که همون جوپیتر نوتبوک رو دانلود کنید و بعد از این دیگه ما داستانی دیگه تو بحث اینستالیشن نداریم تا زمانی که میرسیم سراغ کتابخونه پایومو که اونجا یه ذره در واقع اون بحث اینستالیشنش داستان داره. ولی تا الان هیچی ما نداریم. ما تو چند تا ویدیو اول صرفا مقدمات رو قراره بگیم و یه چند تا کتابخونه با هم دیگه بررسی کنیم چون نیاز داریم بهشون، مثلا پانداز برای فراخوانی دیتا، نامپای کار با در واقع اره و این حرفا. برای همین عرضم به خدمتتون که اینه. پس چی شد آقا؟ میری پایتون داد اورجین رو دانلود میکنی، این بعد میری وی اس کد دانلود میکنی، بعد میری تو خود وی اس کد عرضم به خدمتتون جوپیتر نوتبوک اکستنشنش رو دانلود میکنید. خب این و عرضم به خدمتتون که یه دونم پایتون بهتون گفته بودم دیگه، یه دونم پایتون رو دانلود میکنید و همین جه پایتون و کار ما دیگه عملا شروع میشه. شما بعدش اینجوری نیو فایل رو میزنید، جوپیتر نوتبوک براتون میاد. و بعد از اینکه این نکته رو یادم رفت بگم، بعد از اینکه اینو دانلودش کردین و نصب کردین تمام این فرآیندو یه دور کلا سیستمتون رو ریستارت کنید و از اول دوباره بیاین بگین. من یه توضیح هم راجع به محیط وی اس کد بهتون میدم که محیط خیلی سختی نداره، خب خیلی راحته. ببین ما اینجا 2 تا بخش داریم، خب اینا خیلی بدیهیاته ولی من بهتون میگم که در واقع این قسمت هم در واقع قسمت مارک داون برای قشنگ کردن در واقع اون کدیه که شما دارید. ببین اینجا این مارک داونه. مثلا من میام یه توضیح مینویسم، مثلا مینویسم مثلا ابجکتیو مدل، خب مثلا تو به هدف رو مثلا میخوام بنویسم، انگار عملا سرتیت بهش شدم. اینجا میام قسمت کدش رو مینویسم. خب و یه قابلیت خوبی هم که حالا در واقع وی اس کد تو آپدیت های جدیدش آورده، این قسمت هوش مصنوعی. یعنی شما مثلا اگه جای به باگ خوردین کل کد رو سلکت میکنید، بهتون راهنمایی میده که خب کجا مشکل داره. خب این قسمت فایل این بالا داریم که در واقع اینجا میتونید نیو فایل بزنید، فایلی اوپن کنید، سیو و نمیدونم این همچین چیزایی در واقع وجود داره. در واقع ادیت که یه سری، حالا من از این شورتکات کی‌ها رو بهتون میگم، مثلا چه میدونم بتونید در واقع سرچ بزنید تو کدتون برای یک کلمه مشخص، ریپلیس کنید، یه دستورایی مثل این. و خب ویو دیگه، اینجا دیگه خودتون میتونید اون شکل در واقع این سیستم بندینگ کالمایی که در واقع وجود داره رو مرتب کنید. در حرفی که خیلی کاری با اینا ما نداریم. خیلی از اینا رو واقعا نمیدونم، مثلا این گورو نمیدونم چیه، ران رو نمیدونم. این ران که مربوط به اون بخش ران کردن کل کده. یه چیزی هم که الان بچه‌ها به ذهنم رسید، نکنین من حالا اینا رو جلوتر بهتون میگم، اینا یه چیزی نیستش که بخوام براش یه ویدیو کامل ریکورد کنم. ببین شما زمانی که کد میزنید، خب طبعا دوست دارید محیط تر و تمیز و خوشگل و اینا باشه. شما میتونید بیاید تو این قسمت که میگم جوپیتر نوتبوک وی اس کد خوبه. ببین اینجا ما چند تا تم داریم. خب مثلا تما چیه؟ ببین من اومدم خب بیاد اکستنشن دانلود کردم، برام تم میاد مشخص میکنه، برای که میگم یه ذره خوشگل‌تر بشه اون فضای کد. مثلا اگه برام بدون کد بیارم، بذاریم من از اینجا یه دونه فایل در واقع براتون
باز کنم بیارم. مثلا بذاریم من کد ببینم کجا میتونم بیارم. خدا رو شکر که تمام فایلامونم رفته. این مثلا اینجا رو ببین. ای بابا این یه دونه مدله، خب که حالا من قدیم نوشته بودم، این قسمت مارک داونی که بهتون گفته بودم. خب ببینید کد ببینید چقدر تر و تمیز نشون میده. اینجوریه، یه ذره خوشگل تر میشه حالا دید من، و در واقع اینجوری ما میایم ازش استفاده میکنیم. یه ذره اون تمتون رو قشنگ‌تر میکنه. چه میدونم یه رنگ دیگه اگه بیان استفاده کنین، مثلا رنگ شما خیلی نیستم، خیلی جوریه، شکل نیست. حالا من اون تم خودم هم الان گم کردم، یا اول فصل سفیدم که نه. آره از اینا در واقع میتونین استفاده کنه، خیلی بالا. حالا اکستنشناشو برین سرچ کنین خودتون، کلی چیزای خفن پیدا میکنین. و اینم از این. در واقع من سعی کردم که حالا تو این ویدیو یه توضیحات کلی راجع به این که ما دقیقاً چی کار قراره بکنیم تو این دوره و نصب حالا وی اس کد و پایتون رو خدمتتون عرض کردم. از قسمت‌های بعد ما دیگه عملاً وارد پایتون میشیم. تو چند جلسه اول عرض کردم وارد مقدمات پایتون میشیم، این که دیتا استراکچرها رو بخونیم و حلقه ها رو بخونیم، شرط ها رو بخونیم، ایف و در واقع الیف و این داستانا. بعدش وارد بحث با فانکشن ها که خیلی مهمه میشیم و از اونجا به بعد دیگه یه چند تا کتابخونه پانداز و نامپای با هم دیگه بررسی میکنیم و دیگه وارد بخش اون اپتیمیزیشنش میشیم که دیگه میریم مثالای متنوع رو با هم دیگه حل میکنیم. یعنی مثلا من یه جلسه میام بیسشون میگم، بعد مثلا تو چند تا ویدیو میام مثال ازشون حل میکنم براتون، اگه بشه مثال پیپر میزنم براتون، مقاله یا هر چیزی که این مسئله لارج اسکیل هم ببینید و این حرفا. و همین، خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. خواهش میکنم ازتون دکمه سابسکرایب رو بزنید، این داستانه که خودتون میدونید، و ویدیو رو حتما شیر کنید که در واقع بچهای بیشتری بتونن از این استفاده کنن و میگم برای بچه‌هایی که علاقه‌مندن به این حوزه و حوزه اپتیمیزیشن حتما براشون بفرستید. حمایت بزرگی هم میکنید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.